میراث ایرانم، سامان نریمانم، کوروش نمیمیرم تا من نگهبانم، ایرانو بربادش ندیم. جمعه تو جنگل سبز یه شیر رو کشتن، خورشیدو بردن به شب سپردن دور از تو و من. یک بار دیگه چشمان مردم تاریک و کم سو، این بیگناهان چه ها کشیدن زیر بار اندوه. ای پس تو ای ایران ما، میراث قوم آریا، باز کشت و کشتار شد ملت عزادار شد، در پی آزادی بدتر گرفتار شد، ایرانو بربادش ندیم، ملتو آزارش ندیم. درود بر هموطنان عزیز، من سیاوش امانی هستم و سپاسگزارم از کارگران اتاق فرمان که این صدا رو به خانه‌های شما پخش میکنه. درود بر تمام دوستان و هموطنان که در کنار هموطنان هستید و در کنار این جوانان هستیم که میخوایم بدونیم که این جوانان میخوان در چه خطی، در چه راه راسته حرکت بکنن. من از همه‌تون سپاسگزارم که با این چند هفته از تلفن‌هایی که کردید و ایمیل‌هایی که فرستادید و در فیسبوک و در اسکایپ هم گذاشتید، ازتون خیلی سپاسگزارم که اون انرژی مثبت رو شما به ما میدین. با انرژی مثبت شماست که ما نیرو میگیریم و حرکتمون رو ادامه میدیم. از همه‌تون سپاسگزارم. هموطنان عزیز، من چون نمیخوام وقت بگذره تموم بشه، اول سپاسگزاری کنم، معرفی کنم دوستان عزیز. از آقای آرش اهل قم سپاسگزاری میکنم که تشریف آوردن در کنار هموطنان همشهریای خودشون و در کنار هموطنان من هستن. آرش جان درود بر شما. درود میفرستم خدمت شما جناب سیاوش امانی عزیز و همه دوستان و ایرانیان سرتاسر گیتی. سپاسگزارم که تشریف آوردین و از آقای آقای سعید قاسمی سپاسگزارم که تشریف آوردین. با هموطنان من صحبت میکنم و با همشهریان خودشون صحبت میکنم. سعید جان درود بر شما و خوش اومدید. درود بر شما جناب امانی و درود بر تمام هموطنان عزیزم و دوستان عزیزی که در این برنامه حاضر هستن. سپاسگزارم که تشریف آوردین. من یادم رفت آقای سعید قاسمی از اهل خمین هستن و نزدیکای عراق اگر اشتباه نکنم. درود بر شما. درود بر شما آقای حمیدرضا شعبانی از که شما تشریف آوردین و اهل گوهردشت کرج هستید. سپاسگزارم که در کنار همشهریای خودتون و در کنار هموطنان خودتون صحبت میکنید.
درود بر شما جناب سیاوش عزیزم. یه درود ویژه دارم خدمت تمام هم میهنان عزیزم در سراسر دنیا، به خصوص همشهریای گلم، کرج، گوهردش، فردیس، مارلیک، مرشهر، عظیمیه و تمام استان البرز پهناور. در خدمتتون هستم. درود بر شما. من وقت رو میخوام در اختیار شما بذارم و صحبت کنید. فقط اول برنامه میخوام یک کلمه صحبت کنم که این جوانان دیگه نمیتونن بیشتر از این برای سرنوشت مردم ایران انتظار بکشن و نه میخوان منتظر دنیا باشن که چراغ سبزشون نشون بدن، یا اینکه منتظر الله باشن که قسمت چی بشه باشن. و من تا اونجایی که در اختیارشون میذارن، این وقت ناقابل تلویزیون رو در اختیارشون میذارم که بتونن با شما صحبت بکنن. یادتون باشه کشتی‌های بی حرکت موجها تصمیم میگیرن و رستم‌های در خواب این سراب‌ها بیدارشون میکنن و امیدوارم که این حرکت انجام بشه. قبل از که برنامه رو شروع کنیم، من از رادیو مادر خیلی سپاسگزاری میکنم که در همکاری کاملشون رو در اختیار جوانان گذاشتن، و از رادیو ایران در هیستون تگزاس که آقای ناصر توکلی هستن سپاسگزارم که همین الان دارن این برنامه رو ریلید میکنن و پخش میکنن. واقعا سپاسگزارم از همکاریتون و امیدوارم رادیوهای دیگه و تلویزیونهای دیگه همکاری بکنن با این جوانا و بتونن صداشون رو به تمام دنیا مخصوصا همشهریای خودشون برسونن. من از آقای آرش اهل قم شروع میکنم. آرش جان، این میکروفون و این شما 10 دقیقه وقت دارید که صحبت کنید. متاسفانه آقای عباس فاتحی نیومدن، تشریف ندارن، امیدوارم وسط راه بتونن تشریف بیارن، ولی الان 10 دقیقه به شما فرصت میدم و امیدوارم که هموطنان و همشهریای شما و هموطنان من خوب گوش کنن که آرش چی میخواد بگه. بفرمایید آرش. ضمن سپاسگزاری از شما، مجید ارزانش هستم، متولد شهر قم، 34 سال سن دارم، رشته تحصیلیم الکترونیک بوده. از سال 76 همزمان با روی کار اومدن خاتمی وارد عرصه سیاست شدیم و بعدها متوجه شدیم که این حکومت شایستگی به لیاقت مردم ما رو نداره. در سال 2009 مصادف با گرفتاریایی که در داخل بود و نارضایتی مردم در سال 88 فیسبوکی رو به نام مگا ایرانی ایجاد کردم و تا زمانی که در داخل بودم در جهت روشنگری و نقد دین و مذهب این کار انجام دادم. من مدت 10 سال هست که از دین و مذهب بیرون اومدم و در این رابطه فعالیت داشتم. به هر چقدر که گستره شرایط برای ما امکانش رو فراهم ساخت، ما هم سعی کردیم که بیشتر بتونیم در خدمت هموطنان، به ویژه همشهریان عزیزم در شهر قم باشم. امیدوار هستم به عنوان یک جوان از اون شهر بتونم صدایی رو که در طول این 35 ساله خفه شده و جنایاتی رو که در داخل اون شهر دارن انجام میدن به اسم روحانیت مذهبی بتونم بازگو کنم و تمام جوانایی که امروز از شهر قم صدای من رو میشنون این امید رو بدم که شما هم لیاقت دارید مثل بقیه جوانهای دنیا خوب زندگی کنید. شما هم لیاقت اینو دارید که سرنوشت خودتون رو خودتون انتخاب بکنید و در یک شرایط مناسب و در آینده روشن‌تر به سر ببرید. به عنوان یک جوان قمی از بقیه جوانان سرتاسر میهن، به خصوص شهرها و استانهایی که هنوز کسی نیامده برای اونها صحبتی بکنه، از همینجا از همشون درخواست میکنم، از سیستان و بلوچستان، از شهرهای مختلف، از اقوام مختلف ما مثل لرها، بختیاریها، قشقاییها و غیره و غیره بیان به جمع بقیه این جوانها بپیوندن و در این راه به همدیگه کمک کنیم تا بتونیم در آینده نزدیک ایران آبادی داشته باشیم که در اون سکولاریسم، ناسیونالیسم و مدرنیسم رعایت بشه. هدف من به عنوان یک جوانی که از شهر قم هستم براندازی این حکومت ننگینه که برآمده از یک آخوندیسم 500 ساله شیعه است. تمام سعی من بر اینه که جوانان خودم به ویژه هموطنان همشهریان خودم رو در این مسئله شریک بکنم که این حکومتی که امروز شما میبینید تحت عنوان جمهوری اسلامی بیشتر از 2 کلمه نیست. این حکومت برآمده از یک تفکر
و یک مافیایی است که 500 سال در تاریخ ایران ریشه دوونده و امروز به عنوان یک غده سرطانی سر تا سر این مملکت رو در نوردیده. ما ایرانیان و هم شهریان خود من لیاقت این رو داریم با توجه به امکانات و توانمندی‌هایی که داریم در یک دنیای دیگه و در یک ایران آبادتر زندگی کنیم. امید من به اون روزیه که دست این آخوندیسم مذهبی برای همیشه از سر کشور ما کوتاه بشه و اینجا اعلام میکنم مبارزه ما با خرافات، مبارزه ما با دکانیسم مذهبی، مبارزه ما با آخوندیسم مذهبی و قرار نیست ما مخالفتی به عقاید و نظرات دیگران هم احترام میذاریم و مخالفتی با اونها نداریم. من در خدمتتون هستم. آرا جان، من به هیچ وجه نمیخوام در این 10 دقیقه شما سوالی بکنم یا کوششی بکنم. شما با هموطنان خودت و همشهریای خودت چیکار، دردشون چیه؟ در قم خیلی خوشن. آیا جمهوری اسلامی که زایده شده از قم بیشتر و اون تولید میکنن این افراد رو، خود شهر قم رفاه دارن؟ آیا مردسه یا از نظر بیمارستان، خیابون، جاده، رفاه، گرونی، قرضونی، تفریح، پارک، هر چیزی که یک انسان باید احتیاجش داره، آیا این قوم به قوم رسیدن یا اینکه نه فقط اسمش طلبه هستن و در اونجا هستن؟ من اگر اینجا اجازه بدید این مطلب رو خدمت شما عرض میکنم. اولا زمانی که انقلاب شد فقط تنها شهر قم نبود، قشر مذهبیون به خصوص دوستان روشنفکر 57 بودن که این آخوندیسم مذهبی رو سر کار آوردن. بعدها شهر قم تبدیل شد به یک پایگاه مذهبی شیعه که امروز به عنوان قلب جهان تشیع یک جوری ازش یاد میبرن. بیشترین آیت الله ها در داخل این شهر دفاتر دارن. آیت الله هایی که هیچ کدوم متولد این شهر نیستن و وابستگی به این شهر ندارن. امروز این شهر در حدود 1,500,000 تا 2 میلیون جمعیت داره. از این جمعیت بین 700 تا 1 میلیون نفرش آخوند و طلبه هستن. قشر بومی بسیار ضعیف شده. اگر امروز در تهران ما میتونیم تهرانی اصیل پیدا کنیم، به همون اندازه میتونیم در داخل قم قومی اصیل پیدا کنیم. بسیار از جاهای مختلف، حتی از افریقا، پاکستان، هندوستان و کشورهای مختلف طلبه میارن اونجا و سعی میکنن اونها رو مسلمون کنن و تمام امکانات هم در اختیارشون قرار میدن. دامنه جنایاتی که در داخل این شهر میشه و کمبودایی که این مردم دارن انقدر زیاد هست که خودش یک برنامه مفصل این طلبه. اما من خلاصه میگم 35 سال گذشته این شهر هنوز یک بیمارستان دولتی نداره. تمام بیمارستان هایی که در داخل این شهر هست همه خیریه هستن و از اسامی که روشون هست مشخص. یک بیمارستان بود که در زمان شاه تمام شد، اونم بیمارستان 1000 تخت خواب بود که بعد از انقلاب این بیمارستان از بین بردن. در زمان احمدی نژاد نیمه کاره به اون بازسازی کردن و امروز فعالیتش آنچنان که باید و شاید وجود نداره. در رابطه با تفریح، یکی از بزرگترین پارک‌هایی که در داخل این شهر بود پارک سالاریه. هموطنان من که همشهریای من که الان صدای من دارن میشنون، به صورت کامل از طرف آخوندها و طلبه‌ها مصادره شد و تبدیل شد به حوزه علمیه. یعنی یک پارک کامل که در اون مساحت بسیار زیادی درختان سبز وجود داشت و امکانات تفریحی وجود داشت، همه رو نابود کردن و تبدیلش کردن به یکی از حوزه‌های علمیه خواهران به عنوان اسم بیت الزهرا. البته شاید در زیر اون کارهای دیگه ای انجام بدن. اما در رابطه با آسایش این مردم به هیچ وجه نه چیز خاصی برای این مردم از نظر تفریحی درست کردن. 35 سال گذشته هنوز آب مصرفی این شهر غیر قابل شربه و اکثر کسانی که در داخل این شهر هستن در خونه هاشون تصفیه کنه آب دارن. با هر کس که صحبت میکنی اسم از قم میاد، اولین چیزی که در ذهنش تجسم پیدا میکنه صحبت از طلبه، آخوند و بسیجی و کسانی که وابستگی به حکومت دارن. متاسفانه این نوع مدیایی بوده و تبلیغاتی بوده که از طریق حکومت انجام شده. اما در داخل این شهر جوانان بسیاری هستن که با این حکومت مخالف هستن، از آخوندها بیزار هستن. یکی از شهرهایی که بیشترین فشارها از نظر مذهبی داره روی جوانان وارد میشه. از نظر بیماری ایدز، مصرف مواد مخدر، مبتلایان به انواع بیماری ها و گرفتاری ها در سطر هست.
و امیدوار هستم به کمک همگی دوستان به خصوص همشهریان خودم بتونیم صدای دیگه‌ای را از این شهر به گوش بقیه مردم برسونیم و بگیم که در داخل این شهر فقط طلبه‌ها و وابستگان به حکومت و کسانی که در حال نابود کردن مملکت هستند وجود ندارن. جوانانی هم هستن که امروز صدای منو میشنون و نمیخوان با این حکومت همراه باشن و به دنبال آزادی و برابری است. سپاسگزارم. آره جان، میتونم از شما سوال بکنم چرا قدم گذاشتید برای آزادی ایران؟ چرا نرفتین دنبال درستون رو خوندین؟ من مطمئنم چون خبر دارم، ولی چرا نرفتین زندگی بکنید، تشکیل خانواده بدین، سرتون رو بکنید تو لاک خودتون و برید شبا دیسکو، یک شنبه هم برید پارک باربیکیو درست کنین، عکساتون رو بزنید تو فیسبوک چه کبابی درست کردین و با یه دونه هم شاید هم یه آبجو هم دستت باشه که نشون بدین که چقدر خوش داره میگذره بهتون. چرا این راه رو انتخاب کردی که دوست داری حق ضعیفا رو بگیری، حق همشهری خودت رو بگیری؟ چه دلیلی بود؟ این در بدن شما چه اثری کرده بود که این حرکت رو کردی؟ ببینید، آگاهی به دست آوردن و فهمیدن و دانستن باعث تغییرات عجیبی در داخل آدم میشه. من به عنوان یه فرد مذهبی بودم 10 سال 11 سال پیش، قبل از اینکه از دین و مذهب خارج بشم. یه آدمی بودم که اعتقاد به دین و مذهب داشتم، به خصوص اسلام و شیعه. کسی بودم که پیاده از در خونه تا جمکران میرفتم، حرم زیارت میکردم. ولی خب با به دست آوردن منابع اطلاعاتی و آگاه شدن از این که این دنیایی که ما زندگی میکنیم نیازمند علم و دانستن، نه خرافاتی که تحت عنوان مذهب دارن به ما داده میشه. و بعدم اوج جنایاتی که این حکومت داره انجام میده. در داخل همون شهر هم خیلی‌ها رو بردن اعدام کردن، خیلی‌ها رو شلاق زدن. شما وقتی در داخل شهر داری قدم میزنی، یه جوون رو میان میگیرن به جرم این که مثلا یه مقدار آرایش کرده یا لباسی رو پوشیده که اونا پسند نمی‌کنن. به هر حال وجدان شما از یک جایی به درد میاد. خیلی هم هستن سکوت میکنن، به قول خودشون تقیه میکنن و منتظر این هستن که حالا ببینیم فردا چی میشه. ولی اونایی که وجدان دارن و خودشون رو حداقل در پیشگاه مردم خودشون مسئول میدونن نمیتونن ساکت بشینن. من از اولین روزایی که تونستم بفهمم حقیقت چیه سعی کردم صدای خودم رو به گوش بقیه برسونم، گرچه بسیار سخت بود و بابت اینها هزینه‌های بسیاری دادم. به نظر من وجدان انسان هست. وجدانت وقتی بیدار میشه برابر اطلاعات آگاهی که به دست میاری دیگه غیر قابل خاموش شدن. دقیقاً. سپاسگزارم آرش جان و امیدوارم که هموطنان ما و همشهریان شما صدای شما رو شنیده باشه. من از آقای سعید قاسمی از اهل خمینی که نزدیکایی فکر کنم عراق باشه یا بروجرد اگر یادم باشه، چون من 35 سال از ایران دورم. از شما سوال میکنم آقای سعید جان، چرا شما میخواید صدای همشهریای خودتون باشه؟ بفرمایید، این میکروفون در اختیار شما. ضمن عرض درود و شاد باش به مردم عزیزم، مردم ایران، هموطنان عزیزم. من جناب امانی قبل از اینکه عراقی باشم یا خمینی باشم اول ایرانی ام، بعد مقیم عراق. تو عراق زاده شد ولی اول ایرانی. عراق خمینی هم که تقریبا 30 کیلومتری عراقه و متاسفانه یکی از شاید گفت بدنامترین شهرهای ایران همین خمینی. مردمش مردم خوبی هن، مردمش مردم ساده ای هن، مردمش مردم صمیمی هن. ولی خب الان هر اتفاقی که هر کجا میفته میگن لعنت به خمینی. حالا خمینی میشه خمین. این و ما مردم خمین، چون من خودم فرزند خمینم، مال خمینم، باید این لکه ننگو از پیشونی شهرمون پاک کنیم. این یه درود بر تو. دوم جناب امانی و هموطنان عزیزم، هم استانیای عزیزم، هم شهریای عزیزم، دلیجانیا، شازنیا، عراقیا، محلاتیا، من خیلی ساده به زبون خودمون، چون ما مردم سمت عراق خیلی ساده‌ان، خیلی حالا اگه سخنان این
کی بود خمینی هم مثلا شما گوش میکردین سعی میکرد خیلی ساده صحبت کنه. من میخوام خیلی ساده بهتون بگم چی بودیم، چی شدیم، از کجا به کجا افتادیم. دو تا مثال ساده واسهتون میزنم. شاید این همه دوستان صحبت میکنن 35 سال 36 سال دارید میشنوید چی شد. دو تا مسئله ساده. آقا ما در زمان قدیم خانواده‌های استان مرکزی معمولاً اون موقع یعنی 35 سال پیش نسل گذشته همه بالای 10 تا فرزند داشتن. من خودم خانواده‌ام 10 تا فرزند بودیم با پدر مادرم 12 نفر. خیلی ساده. پدر من یه آدم کارگر کار میکرد، 10 نفر آدم ما بودیم، میخوردیم میخوابیدیم تحصیل میکردیم، بیرونمون رو میرفتیم، لباسمون رو میخریدیم، خمم بر روی پدرمون نمیومد. ولی الان بعد از گذشت 35 سال که ما همه بزرگ شدیم، ما 10 تا فرزند نمیتونیم زندگی پدر مادرمون رو اداره کنیم. یعنی نمیتونیم ماهی 50,000 تومان پول به اون پدر بدیم. چرا؟ مگه پدر ما چیکار میکرد که ما نمیکنیم؟ اون کارگری میکرد، ما یه کار دیگه میکنیم. ولی شرایط سخت شده، شرایط رو عوض کردن، شرایط رو بد کردن. حالا باید ببین دنبال علتش بگردیم. ما اون زمان 24,000 تومان میدادیم شما یه پیکان میخریدیم، امروز داریم 40,000 تومان پول میدیم بنزین میریزیم یه باک بنزین اون پیکان. خب این بوده این دیگه خیلی ساده است دیگه، احتیاج به داستان و نمیدونم فرمول ریاضی و فلان اینو نداره. آقا دو تا چارت ما اونجا بودیم به اینجا رسیدیم. حالا هدف، حالا باید چیکار کنیم؟ مردم خمین، مردم عراق تا اونجایی که من میدونم تو اون شهر بودم، ارتباط دارم، میشناسمشون، متاسفانه خودشونو ارزون فروختن. حداقل مردم استان خودم رو میگم، چون من با جای دیگه کاری ندارم، فعلا با مردم خودم دارم صحبت میکنم. خودتون ارزون فروختید مردم. به ماهی 2 کیلو برنج، یک نمیدونم قوطی روغن که پایگاه بسیج بیاد به شما بده، شما خودتون رو فروختین. میگین بچه‌هامون برن پایگاه بسیج ثبت نام کنن. واسه چی برید؟ واسه اینکه بسیج نمیدونم کارت پایان خدمت تو سربازی به دردت میخوره، دانشگاه بخوای بری با کارت بسیج داشته باشی به دردت میخوره. حالا نداشته باشی هم لااقل سر ماه داریم 2 کیلو برنج میگیریم، یه دونه روغن میگیریم. آیا قیمت ما مردم این بود؟ آیا ما اینو می‌خواستیم؟ ما که یه نفرمون کار میکرد 10 نفرمون زندگی میکردیم، الان 10 نفر نمیتونیم یه نفر جواب بدیم. شما میری تو بسیج چیکار کنی؟ شما میری تو بسیج که بری همسایت رو لو بدی که فلانی دیش ماهواره داره، خاک بر سر ما. چرا؟ من خودم تو فامیل خودم سراغ دارم، تو فامیل خودم به طرف میگم برای چی رفتی این کارو کردی؟ برای چی رفتی تو بسیج؟ آره ماهی 100,000 تومان به ما حقوق میدن، 2 تا کیسه برنج میدن، نمیدونم یه دونه روغن میدن. ارزش تو اینه؟ حالا اصلا ارزشت هم همین باشه که واقعا اونایی که میرن و هستن همین هم هست ارزششون. آیا شما فکر بچه‌هاتو نمی‌کنی؟ فکر فرداتو نمی‌کنی؟ حالا تو امروز 2 تا روغن گرفتی در ماه خوردی، صبح پسرت نمیخواد بره تو خیابون، دخترت نمیخواد آزاد بره. تمام روستاهای عراق، من اینو به ضد قاطع میگم، تمام روستاهای عراق اومدن 5 تا 6 تا روستا رو مدارسشون رو تعطیل کردن، 5 تا 6 تا روستا رو بردن تو یه روستا که شما بچه از تو این روستا بلند شه بره تو یه روستای دیگه مدرسه. چرا مدرسه ها رو جمع کردن؟ آموزش پرورش رفتن بهشون گفته که آره آقا شما 5 نفر بچه محصل دارید، ما سرویس به شما نمیدیم، ما امکانات به شما نمیدیم، ما معلم به شما نمیدیم. چرا نمیدم؟ چطور میتونن 3500 تا مدرسه برن تو عراق درست کنن؟ همین عراقی که شهیدا و جانبازا و این بدبخت بیچاره‌ها رو گذاشت دست مردم، همین عراق. بعد به شما نمیتونن معلم بدن؟ حالا به جای اون مدارس اومدن چی رو باب کردن توی استان مرکزی که من خبر دارم؟ اومدن خونه‌های گذاشتن، جاهایی گذاشتن برید آموزش قرآن. آموزش قرآن دیگه واسه چی بعد از این همه بدبختی دیگه چه آموزش قرآنی دارید شما برید؟ تا کی میخواید ساکت بشینید؟ مردم منطقه من همه دامدار بودن، همه کشاورز بودن. یه روزگاری بود که اون موقع من یادمه اینو، ببخشید من یه مقدار گرمه که زیاد دست راحت باش.
یه روزگاری بود که مردم استان من چون همه کشاورز بودن و همه دامدار بودن، این گوسفنداشون رو می‌فرستادن توی مراتع، توی دشت، توی کوها. الان اجازه اینو ندارن که حتی دام خودشونو، گوسفند خودشونو به این مراتع ببرن. چرا؟ چون جنگلوانی مال آقای پسر امام جمعه فلانجا اومده اونجا رو محاصره کرده برای خودش، اجاره بده به زنبوردار، اون برای اجاره بده به گوسفندار، اون برای اجاره بده به پرورش شترمرغ. پس این دام شما کجا باید بره؟ آخه تا کی دیگه میخواید ساکت بمونید؟ یعنی هرچی این تنابو صفر کنن شما صداتون نمیخواد در بیاد. چرا؟ به خاطر همون 2 تا حلب روغن و 1 کیلو برنج سر ما. خب که چی؟ وقتی صحبت از زندانی سیاسی میشه، وقتی صحبت از حکومت میشه، وقتی صحبت از مبارزه میشه، یارو نگاه میکنه میگه بابا چی هست اینه که تو داری میگی چیه؟ من خیلی عادی، خیلی راحت، خیلی خودمونی به قول خود عراقی دارم بهتون میگم. من روی سخنم با شماست. دوستان دیگه زحمت شهرهای دیگه رو میکشن. چرا؟ یعنی شما اولین کاری نسل جوان، من میگم نسل جوان ولی یه جوری صحبت میکنم که اون پیرمرد 99 ساله هم بدونه، اولین کاری که میکنیم این کسایی که تو این پایگاه ها میرن و میان اینا رو باید روشنشو کنیم، چون اینا نمیدونن، نه اینکه نخوان، نمیدونن، فکر میکنن که مثلا خب این آقای روباه بنفش نماینده خداست، آقای صدری هم خود خداست. اینا اینجوری فکر میکنن چون اینا رو تو گوششون کردن. یه پیام تبریکی هم دارم واسه خانواده‌های شهدا. دست شما درد نکنه، مخصوصا ارتشی‌ها، مخصوصا جانبازای ارتش. شما چطوری به خودتون اجازه دادی یه گرازی مثل محسن رضایی، یک دزدی مثل رحیم صفوی بیاد تو تلویزیون شبکه 1 توهین کنه به ارتش، بگه ارتشی هیچ کاری واسه ما نکردن، هیچ دخالتی تو جنگ نداشتن؟ چند درصدتون شهیداتون مال ارتشه؟ چند درصدتون جانبازاتون مال ارتشه؟ بشینید نگاه کنید، بخندید، بگید آره روحانی امشب گفت احمدی نژاد دزدی کرد. خب اینا همشون با هم، اون که احمدی نژاد بود، روحانی رئیس شورای امنیت ملی بود، با هم دارن میخورن. سر شما رو گرم کردن مردم، سر شما رو گرم کردن. امروز احمدی نژاد میندازن جلو، فردا دیروز پسر رفسنجانی انداختن جلو. همینجوری شما میگید پس این خبرایی دارن میشنون. نه آقا هیچ خبری نیست، خبر پیش شماست. شما باید خبرساز بشید. اینا 36 سال همین داستانشونه. شما کدوم رئیس جمهور اینا رو دیدی که بعد از اینکه دورش تموم شد به نیکی حداقل ازش یاد کنن؟ همشون یا دزد بودن یا خائن بودن. خب اینا همه از اولا دزد بودن، پس چطور وقتی رو کارن دزد نیستن؟ چرا گول میخوری؟ چرا گول این حرفا رو میخوری؟ صحبت دیگه هم که دارم باتون، اهمیت دادن به چیزایی که دارید مردم. اون خیابون، اون جاده، اون کوه، اون جنگل، اون فضای سبز، اون چشمه آبی که خوش شد، اینا مال شماست. فکر نکنید بگید مال من همین حریم خونمه. نه، اگر به این حریم خونه قانع شدی فردا تو قوطی کبریت هم میکنن. میدونید از چه سیستمی؟ از سیستمی که ما رو انداختن تو آب، زیرمون رو روشن کردن، یواش یواش دارن گرممون میکنن، مثل قورباغه به خودمون نمیاد. یعنی قورباغه هم همینه، تو آب بندازیش چراغ و زیرش روشن کنی با همون حرارت خودشو وقت میده، عادت میکنه، میگه همینه. ولی یه دفعه اگه بندازیش تو آب میپره بیرون. پس بیاین بپرین بیرون. جوونای استان خودم، جوونای شهر خودم. سپاسگزارم. من یه وقت دیگه بعد داشته باشم چون بله چند دقیقه وقت میدم، حتما هست. چون جناب عباس تشریف نیاوردن، این وقت رو به شما تقسیم میکنم. من برمیگردم با آقای حمیدرضا شعبانی از گوهردشت کرج. حمیدرضا عزیز، چرا میخوای حق ضعیف رو بگیری و حق بی‌عدالتی رنجت میده؟ چرا بی‌عدالتی تو رو رنج میده؟ و صدای شهر گوهردشت هستی و کرج، چی دلیل داری پاتو گذاشتی این وسط و حاضر نیستی در خارج هم اگر باشی حاضر نیستی به زندگی خودت برسی تا حق این هموطنان و همشهری خودت رو بگیری؟ دلیلش چیه؟ بفرمایید.
من یک بار دیگه درود دارم بر شما جناب امانی عزیزم و همه هممیهنانم در سراسر دنیا. سپاس که امشب پای این برنامه نشستن تا صدای خودشون رو بشنون. حمیدرضا شعبانی هستم، متولد ایران، از شهر کرج، استان البرز، کرج، گوهردش، و یه درود ویژه دارم به همشهریای عزیزم که توی کرج هستن، گوهردش، مهرشهریا، عظیمیه، باغستان، گلشهر، تمام دوستانم که هر کدومشون دونه دونهشون رو میپرستم و همشون رو دوست دارم. امشب اینجام تا صدای شما دوستان عزیزم رو از این برنامه، چون میدونم که توی ایران، خب من 3 سال پیش تقریبا ایران بودم، خیلی حرفای نگفته بود. یعنی یکی از بزرگترین آرزوهای من این بود که یه روز بتونم یه فریادی رو بزنم، یه روزی بتونم با صدای رسا و راحت صحبت کنم و کسی نباشه که بتونه جلوی من رو بگیره یا نهیم کنه از این کار. و میدونم که تمام جوانایی که امروز توی شهر من و توی کشور من هستم همین حس رو دارن و همین درد رو دارن. من یه بیوگرافی از خودم بدم که وقتی هم که ایران بودم نویسنده بودم، نویسنده، شاعر، منتقد سیاسی بودم. مثل دوست عزیزمون آرش عزیزم که گفتن، منم در ابتدا خیلی اهل دین و دینداری بودم، یعنی همون چیزی که این رژیم دیکته کرده از سن خیلی کم توی گوش ما، توی سر ما. خیلی جالب بود، یه باری با یکی از عزیزانی داشتم صحبت میکردم، بعد میگفت امروز پسرم کلاس اول بوده جناب امانی، امروز اومده خونه، بعد به من میگه که بابا میگه چیه؟ میگه امروز به ما شعار یاد دادن بدیم. و گفتم خب پسرم شعار چی بود؟ گفت بابا چرا اینا میگن مرگ بر اسماعیل مگه چیکار کرده؟ حالا ببینید اینها با یک سیستمی اومدن، بچه‌ای که هنوز اصلا نمیدونه اسرائیل کجاست، اسرائیل چیه یا امریکا چیه، میان به این شکل از بچگی میکنن تو سر ما. خب من اهل دین و دینداری بودم، حالا آرش جان اهل قم هستم، ما هم تو گوهردش اهل هیئت رفتن بودیم، نماز بخونم. ولی از اولش هم یادمه که یه مشکلی که همیشه داشتم این بود که همیشه میگفتم خب چرا اینا اجبار میکنن قرآن رو ما به عربی بخونیم و میگن که ثوابش بیشتره، و برای همین همیشه سعی میکردم که قرآن رو فارسی بخونم، به زبان پارسی بخونم. و به همین جهت وقتی که شروع کردم معنی قرآن رو بیشتر خوندن، به یه سری نکاتی دست پیدا کردم که کم کم فهمیدم آقا اینا اصلا یک دیکتاتوری بنا کردن، یعنی از بست کردن دین با حکومت یه دیکتاتوری بنا کردن. حالا سن آدم هرچی میاد بالاتر اون شعاع نظریش بیشتر میشه و کم کم آگاهتر میشه. به همین خاطر کم کم از اون خط و از اون روند خارج شدم تا روزی که تونستم بیام بیرون از ایران، و اون روز شاید بشه گفت سخت‌ترین روز عمر من بود. اما اومدم اینجا، روزی که شاید اولش اومدم، در جواب سوال شما باید بگم اول شاید وقتی منم که اول اومدم مثل خیلی از جوانای دیگه تا یه مدتی برام تازگی داشت، خب برم این ور برم اون ور، کشور جدید. اما جناب امانی از همون روزهای اول باور کنید من هر بار هر جایی که رفتم و هر چیزی که دیدم فقط حسرت خوردم. و هنوزم که هنوزه حتی دوستان صمیمی من در اینجا میبینن که ما شاید، من نمیگم ما اینجا اون صحبتی که شما کردید سخنتون قشنگ بود، ما اینجا بیرون نریم تفریح، نه، من اینجا باربیکیوم رو میرم، گاهی اوقات شاید آبجوم رو هم بخورم. اما در تمام این احوال یک لحظه از فکر هم میهنانم و همیشه حسرت اینو دارم که چرا خب دوستان من، چرا همشهریای من، چرا ایران من نباید این شرایط رو داشته باشه. و به همین خاطره که بیشتر و بیشتر انگیزه میگیرم و تلاش میکنم که در این راه قدم بردارم برای آزادی کشورم، و بیشتر و بیشتر انگیزه دار میشم برای اینکه بیام بگم و صدای دوستانم، صدای همشهریانم، این چیزی که امروز اینجام و میخوام به دوستانم بگم، همونطوری که من شب قبل توی فیسبوکم و توی وبلاگم هم اطلاع رسانی کرده بودم به دوستانم، من امشب اینجام طی این چند هفته‌ای که اینجا بودیم تا صدای شما رو منعکس کنم. شاید من از خودم چیز خاصی برای گفتن ندارم، من اون چیزی که خودم برای گفتن دارم در جای دیگه دارم منتشر میکنم، در تلویزیون دیگه برنامه داشتم، در وبلاگ شخصیم، در فیسبوکم، در توییتم، در خیلی جاها که خب اون کسایی که دارن من رو دنبال میکنن و من رو میشناسن، خب اونجا میتونن نظرات و نقطه نظرات من رو بگیرن. اما من امشب اینجام فقط برای شما همشهریای عزیزم، همشهریای نازنینم،
من امشب اومدم اینجا تا اون دردی رو که توی سینه شماست که من 3 سال پیش اونجا بودم و با شما میکشیدم و فکر نکنید که اگر امروز اینجا این کارو نمیکنم. نه جناب امانی عزیزم، شما در جریان هستی. حداقل من همین الان تقریبا میشه که 1 روز پیش بودم من از سر کار رسیدم، این 10 دقیقه قبل از برنامه تونستم خودمو برسونم. با یه حجم کاری خیلی زیاد امروز بیشتر از 12-13 ساعت من کار میکردم. واقعا شاید هیچ انرژی و هیچ امیدی و هیچ شوقی جز شوق شما هم میهنان عزیزم و هم شهریای عزیزم نبود که منو امشب اینجا رسونده و اینجا نشونده. و شاید اگر شما نبودید من الان داشتم یا استراحت میکردم یا داشتم یه چیزی میخوردم، اما من امشب اینجام فقط به خاطر شما تا صدای شما رو برسونم. برای من نکته‌ای که خیلی جالب بود جناب امانی عزیزم، طی همین 2-3 هفته‌ای که ما این برنامه رو داشتیم و شاید هنوز هم خیلی جدی معرفیش نکرده بودیم که چطور بود، من دیشب برای اولین بار توی فیسبوکم و توی وبلاگ شخصیم یه اطلاع رسانی کردم که من فردا شب در این برنامه هستم و صدای شما رو قراره که من منعکس کنم. من نه نمایندم نه ادعایی دارم، نه، من فقط یک سخنگو هستم. من قراره اون چیزی رو که از شما میشنوم اینجا بازگو کنم و اون چیزی رو که خودم دیدم و لمس کردم. و در عین ناباوری برای من خیلی جالب بود که با اولین پیامی که من توی فیسبوک خودم گذاشتم که به اسم خودم هست، تعداد خیلی زیادی از دوستان من، از همشهریای من که من خیلی هاشون رو هم نمیشناختم، برای من پیام شخصی دادن و جالبه که چند تاشون هم خواستن که من اسمشون رو بگم که من اینجا یادداشت کردم که اسمشون رو خدمت شما بگم: رضا میم، جعفر سین، کامیار کاف، اکبر زمانی، مسعود رادیار، مریم جین و آبنوس الف. اینها کسانی بودن که از گوهردشت کرج به هر شکلی برای من پیام گذاشتن که ما این مشکلات رو داریم و من فقط شرمنده‌شون شدم که در جواب گفتم من امشب وقتم محدوده، اما به اون میشه گفت شاید سرخطهای مشکلاتی که اینها اشاره کردن، من سرخطهای مشکلات اینها رو میگم براتون. اینها همشون به شدت از مشکلات مالی، عدم اشتغال، ناامیدی از آینده، یعنی واقعا یه وهمی از آینده دوستان من، یعنی خود من هم که بودم همینطور بود. من الان خب 2-3 سال در کشور سوئد هستم، واقعا نمیتونم فکر کنم جوانای ما تو ایران دارن چی میکشن جناب امانیه. یعنی چند سال میشه کار کرد. من اینجا خب علیرغم اینکه من یک هنرمندم و شاید در کشور خودم بودم خیلی بیشتر میتونستم از هنرم استفاده کنم، چه در زمینه مالی چه در زمینه موفقیت اجتماعی. اینجا فقط میتونم از هنرم برای مبارزه علیه این رژیم دیکتاتوری آخوندی استفاده کنم و باید مثل مردم دیگه‌ای که مهاجرت میکنن تا چند سال اول من هم اینجا شاید یک کارگری بکنم، یک کارگر ساده باشم. اما جالبه که با همین کارگری که دارم اینجا میکنم دارم زندگیمو رو میچرخونم. حالا شما حساب کنید یک کسی که تو ایران مدرک دانشگاهی هم داره، یه پستی هم توی شرکتی داره یه کار خیلی خوب هم انجام میده، با یه حقوق مثلا ماهی 1 میلیون تومان چند ماه باید کار کنه تا بتونه یه خونه بخره؟ چقدر آینده این فرد مبهمه. و فراوون شدن بسیار زیاد مواد مخدر. دوستان من اشاره کرده بودم، من خودم یادمه که وقتی که در کرج بودم جناب امانی عزیزم، به شدت این رژیم داره توی توزیع مواد مخدر به نظر من واقعا دیگه داره زیاده روی میکنه. یعنی به این صورت شده بود که شما اگر میخواستی یک ماست مرغوب بخری یا یک شیر، حتی شیر مثال خوب شیره براتون بگم، من خیلی موقع دیده بودم شما بخوای شیر تازه بخوای گیر بیاری باید چندین و چند خیابون راه بری، بیشتر از 10 تا سوپرمارکت سر بزنی تا اون شیری رو که میخوای گیر بیاری. اما متاسفانه همین 3 سال پیش که من اونجا بودم شما برای خریدن انواع مواد مخدر حتی نیازی نبود 2 تا کوچه راه بری، چون تا سر کوچه‌تون هم که میرفتی مطمئنا یه نفر پیدا میشد که بهت بگه چی میخوای. اگر 10 دقیقه یه گوشه خیابون وایسید شما توی گوهردشت کرج یا توی همه جای کرج فرق نداره، یکی میاد میگه حالا برای چی اینجا وایسیدی، کارت چجوری راه میفته، شما منتظر کسی هستی. و مشکل دیگه ای که بانوان عزیزم از شهر من بهش اشاره کردن، متاسفانه شوربختانه مشکلات زنان بی سرپرست است. زنان و دخترانی که خب در سن کم بنا به هر دلیلی ازدواج میکنن، بعد حالا به خاطر اعتیاد شوهر، مشکلات مالی یا هر مشکل دیگه‌ای طلاق میگیرن و بعد نه دولت و نه هیچ سازمان دیگه‌ای از اینها حمایت نمیکنه و شوربختانه اینها وارد یک
گودی میشن که این گود اصلا قشنگ نیست، خب به هر حال باید خونه داشته باشه، اجاره خونه رو باید بده و این یه مشکلیه که من هم که وقتی بودم به چشم دیدم و دوستان من اشاره کردن که خیلی بد شده این موضوع. یکی از دوستان من خیلی یه کامنت خیلی طولانی برای من گذاشته بود که خواهش میکنم اینو منعکس کن که این رژیم مستقیم داره مواد رو به جوونا تزریق میکنه تا صدای جوونا رو خاموش کنه. یعنی جوونایی که من خودم یادمه، به شخصه جوونی رو یادمه که 12-13 سال بیشتر سن نداشت جناب امانیه. این آدم با 12-13 سال سن هم شیشه میکشید هم کرک میکشید و توی قضایای 88 وقتی شلوغی‌ها شده بود خیلی جالب بود. خب این از آشناهای ما بود، دوست در دوست بود. بعد خب قبلش با هم بودیم و توی درگیری‌های 88 اینا چون تو پایگاه بسیج میرفتن و میومدن، همین آدم معتاد یه ذره هم قدش بود یه ذره هم هیکلش بود. بعد به من گفتش که آره ما فردا داریم میریم گشت. گفتم گشت چی کاره؟ این دختر پسرایی که اومدن خیابون به ما باتون دادن پشت موتور ما قراره اینا رو بزنیم. گفتم بعد تو میزنی؟ گفت آره دیروز یه دونه زدم تو سر پسر افتاد دیگه جاش پا نشد. خب ببینید میاد به این جوون 12-13 ساله مواد رو تزریق میکنه، وابستهش میکنه، یه کاری میکنه این جوون دیگه اصلا کلش کار نمیکنه، نه تعصبی داره، نه غیرت ایرانی داره، نه غیرت بشری داره. این آدم دیگه هیچی از خودش نداره. کسی که معتاد میشه در سن 12 سالگی قبل از اینکه بیاد اصلا دنیا رو بشناسه، انسانیت رو بشناسه، اینها دارن این فجایع رو به بار میارن و متاسفانه کسی که نیست کاری بکنه. مردم خود ما هم ساکت هستن. من شاید بتونم بفهمم که چرا مردم، خود من در ایران که بودم انقدر مشکلات دارم بود، انقدر مشکلات به من گره میخورد که هر از گاهی که میتونستم یه تکسی بگم، یک شعری بگم، یه کاری که بکنم، واقعا جایی برای تو نمیذارن که بخوای حرکت بکنی. این دوستان من فدای شما بشم. سپاسگزارم عزیز، سپاسگزارم. ما امیدوارم که و مطمئنم که هم شهریای شما و هموطنان من صدای شما رو شنیدن و با شما تماس بگیرن. با شما هر کسی صدای خودشو در قم، گوردش یا عراق یا بروجه تماس بگیرید، با صدای خودتون و این دوستان رو جریان بذارید، مشکلاتتون رو در میان بذارید و حتما در برنامه‌های دیگه من تمام برنامه‌هامو در اختیار شماها میذارم و بتونید استفاده ببرید و بتونید وصل بشید به همشهریای خودتون، وصل بشید به ایران که این مشکل رو چجوری حل بکنیم. یادتون باشه خیلی ها خوب حرف میزنن و خیلی هم شاید هم خوشتیپ باشن جلوی تلویزیون و شاید هم دانشگاه رفته باشن یا کارشون میدیا باشن، ولی و اما وقتی که پای عمل بیان گن میزنن. اینو یادتون باشه. خیلی هم شاید در تلویزیون ها پشت تلویزیون نشستن دارن نگاه میکنن فقط و خیلی هم حرف میزنن یا تلفن میزنن. بله خیلی عالی بود، ولی وقتی که تلویزیون مشکل هست و احتیاج به پول داره، بازم شماها هم همینطور هموطنان عزیز که فقط نگاه میکنید، شما هم دارید گن میزنید و شما باید بیاین این تلویزیون رو نگه دارید که بتونن این جوونا، این سهرابای آینده شما بتونه مشکلای هموطنان خودش رو بیاد راحت تعریف بکنه که بتونیم وقتای بیشتری رو بذاریم در اختیارشون و صحبت بکنه. من دعوت میکنم از تمام شهرستان‌ها، از مشهد، از کرمانشاه، از کرمان، از شمال شهر، از شمال کشور و اینقدر زیاد هستیم که نمیخوام، از تمام همشهریایی که میخواین صدای شهر خودتون باشین و این دردها رو که شما شنیدید بیاین صحبت کنید. من در اختیارتون هستم. یا با من تماس بگیرید در فیسبوک یا با همین دوستان تماس بگیرید، بگید منم میخوام باشم، منم میخوام صدای شهر خودم باشم و در کنار این دوستان باشین که همتون با همدیگه بتونیم یک صدای واحد داشته باشید. ولی یک شرایط داره. دوستانی که میخوان تماس بگیرن با این جریان یک شرایط داره. شرایطشون رو من بدونم. باید ایرانی باشید، باید احساس مسئولیت داشته باشید، باید مثبت فکر کنید، باید از بی‌ارادتی رنج ببرید، باید از حق ضعیف دفاع کنید، باید صادق و راستگو باشید، باید برای کشور و هموطنان خودت بیشتر از زندگی خودت احساس مسئولیت بکنی. فقط در یک کل کلام بگم، باید انسان باشی که تشریف بیارید، کمک کنید در کنار این دوستان و مطمئن باشین صدای شما هم پخش میکنم. من چون وقت کمه، آرش جان برای 2 دقیقه پیام آخر رو شما بفرمایید، بعدش سعید جان، بعدش بفرمایید جون. بفرمایید آرش جان. پیام من به همه همشهریان عزیزم، جوانایی که در داخل شهر قم هستن،
چه دختر و چه پسر و تمام اونهایی که به این نتیجه رسیدن که این حکومت شایستگی اینو نداره که بر سرنوشت اون استوار باشین، که به خودتون بیایید، از درون خانواده ها شروع کنید، اختلافات رو کنار بذارید و با هم تشکیل یک پیوند رو بدید. در صورت امکان فیسبوک من هست به نام مگا ایرانی، خبرها، صحبتها و نظراتتون رو به صورت فارسی تایپ کنید، مگا ایرانی، فیسبوک من میاد، برای ما بفرستید و ما بازگو کننده مشکلات و جنایاتی که در داخل اون شهر هست خواهیم بود. امید داشته باشید، هرگز ناامید نشید و ایمان بیارید، اتکا کنید به خودتون، هرگز در مقابل یورش این سیاهان و کسانی که اهریمن هستن و برای نابودی اومدن ضعیف نشید. آینده از آن شما جوانان خواهد بود و روز این مملکت آباد خواهد شد. درود بر تو آرش جان، سپاسگزارم. و آقا سعید جان شما بفرمایید برای 2 دقیقه. صدات قطعه سعید جان، صدا فکر کنم میکروفونت بخشید. نه خواهش می‌کنم راحت باشید. من در مورد اتحاد و پیام رسانی نسل جوونا، چون قدیمی‌ها که SMS هم زوری میتونن بفرستن، ولی جوونا باید این کار رو به دست بگیرن. ببینید خیلی راحت یه سیستمی بود توی ایران چند سال پیش به اسم گلکویست. این گلکویست حالا درسته کارش حالا شاید به جای بد کشیده میشد، ولی سیستم فرمولش قشنگ بود. ما اون فرمول رو باید پیاده کنیم تو جوونامون. آقا من یه نفر 4 تا دوست دارم، با این دوستان قابل اعتماد خودم اول مطرح کنم، هر کدوم اون دوستام 4 تا دوست دیگه دارن، 10 تا دوست دیگه دارن، همینجوری میره جلو، یه ریشه عظیمی بین جوونا میپیچه. بعد نظراتتون، حرفاتون، مشکلاتتون، گرفتاریاتون، هر چیزی، هر ایده‌ای که دارید، هر راهکاری که دارید مطرح کنید. منم به عنوان صدای عراق، صدای استان مرکزی، صدای خمینی، صدای دلیجان، من میام واسهتون مطرح میکنم اینجا. بعد دوستان لطف میکنن این وقت رو ما میدن. شما هر سوالی، صحبتی، چیزی دارید، فیسبوک منم هست به اسم خودم سعید قاسمی، بیاین. حالا در آینده نزدیک صفحه رسمی هم به شما اعلام میکنیم که بیاین اونجا. حالا یکی از دوستان منم میگفت که آقا یه صفحه‌ای بذارین که همزمان همه بیان اونجا بتونیم بحث کنیم. به زودی این کارم انجام میشه، آدرسشو میگیم خدمتتون. و یه خواهشی هم که ازتون دارم، بی تفاوت نباشید. اگر میبینید گشت ارشاد گیر داده به دختری، اون دختر خواهر خودته. اگه دیدید یکی رو دارن اعدام میکنن، اون برادر خودته. نرو جلو، نبین، لااقل نرو ببین. و یه تشکرم بکنم جناب امانی از شما که این وقت رو در اختیار ما گذاشتین و از رادیو مادر، رادیو ایران. یه خواهشی هم دارم از هموطنان خارج از کشور که به این تلویزیون کمک کنن، به این صدا کمک کنن، اجازه بدن ما جوونا هم بیایم وسط، بذاریم ما هم امتحان کنیم. نتیجه رو به زود خواهیم دید. حتما همینطور هم هست و نتیجهش هم مطمئن باشین مثبته. اینو من به شما قول میدم. همین رضا عزیز شما تیر آخر باید بزنید، بفرمایید. من جناب امانی عزیزم، من همین الان یک کامنت دیگه داشتم از حاله عزیز از گوهردش که گفته اینو حتما بگم که 35 سال پیش خودمون رو با کره جنوبی مقایسه می‌کردیم، امروز باید خدا رو شکر بکنیم که حداقل هنوز مثل داعش و عراق و سوریه نشدیم و این باعث تأسف و نگرانیش از این طرح جداسازی زنها و مردها و این مسخره بازیایی که جمهوری اسلامی را انداخته. اینو برای حاله عزیز گفتم که همین الان رو فیسبوک من کامنت گذاشته بود. من این رو بگم برای پیام آخرم، من اینجام همشهریای عزیزم، هموطنان عزیزم، من تا آخرین قطره خونم اینجام و صدای شما رو منعکس میکنم و با این رژیم جمهوری اسلامی، با این دیکتاتوری آخوندی مبارزه خواهم کرد. با کمک شما، با یاری شما، هرچی ما بیشتر بتونیم کانکت بشیم، صدای همدیگه رو بیشتر بشنویم، صداهامون رو به هم برسونیم، این صدا یه روزی بزرگ میشه. این حرکتی که امروز جناب امانی عزیز، جناب سیاوش عزیز تو این تلویزیون راه انداخته مثل یه موجی میمونه که این موج کم کم بزرگ میشه، با شما، با صدای شما، با فریادهای شما بزرگ میشه و یه سونامی میشه که مطمئنا ما میتونیم این دیکتاتوری رو پایه‌هاشو از جا در بیاریم. پس خواهش میکنم به ما بپیوندید. بچهای دیگه، دوستان عزیزم توی کرمانشاه، توی کرمان، مشهد، سیستان و بلوچستان، همه ما اینجاییم، صدای شما رو منعکس میکنیم. خواهش میکنم که بیاین به ما کمک بکنید و اجازه بدید که این موج همینطور بره، بزرگ و بزرگتر
زودتر بشه تا به امید خدا اون روزی که دلمون میخواد زودتر بیاد و ایرانمون رو از دست این شیاطین آزاد بکنیم. سپاسگزارم از تمام دوستان و امیدوارم با دوستان تماس بگیرید و این موج رو چنان بزرگ بکنید که کشتی‌های بدون حرکت شروع کنن حرکت کردن. از تمام شما سپاسگزارم، از هموطنان عزیز و همشهریان این دوستان سپاسگزارم که گوش کردید و تماس بگیرید و مطمئن باشین که یک ملت قوی و پیروز این نیست که شکست نخوره، بلکه بعد از شکست بتونه پیروز بشه. من از همتون سپاسگزارم و مطمئن باشین در برنامه آینده تمام وقت خودم رو این برنامه رو در اختیار شما میذارم که دوستان دیگه هم تشریف بیارن. سعید جان سپاسگزارم، همین رضا جان خیلی سپاسگزارم، بدرود بهتون میگم و آرش جان خیلی هم بدرود و تا هفته دیگه. بدرود تا هفته دیگه. بدرود. از کوچه ها گذر کنین، دست بذارین تو دست هم، آدما رو خبر کنین، آدما رو خبر کنین، قفل درا رو وا کنین، کفتر بند کشیده رو بازش کنین، رها کنین، داد بزنین، داد بزنین، از عشق فریاد بزنین، رهایی رو داد بزنین. یه دست و یک نشون بشین، شهر و چراغونش کنین، خورشید و حیرونش کنین، داد بزنین، داد بزنین، از عشق فریاد بزنین، رهایی رو داد بزنین، رهایی رو داد بزنین، رهایی رو داد بزنین. فرشته ها بیدار میشن، پنجره ها رو وا کنین، همدیگر رو صدا کنین، دست بذارین تو دست هم، از کوچه ها گذر کنین، قدر کنین، قدر کنین، وقتشه که قدر کنین. فرشته ها بیدار میشن، پنجره ها رو وا کنین، همدیگر رو صدا کنین، داد بزنین، داد بزنین، از عشق فریاد بزنین،